موسیقی ترکمن، حالا چه موسیقی نوایی فرق نمیکنه، موسیقی اقوام چیزی است که ما تو رگ ما وجود داره. وقتی ترکمن به دنیا میاد با دوتار دنیا میاد و با دوتار هم از دنیا میره. دوتار و نوایش جزء جدا نشدنی زندگی ترکمن هاست. سازی اصیل که روایتگر زندگی مردمانی است که روزگارشان را با نوای آن پیوند دادند. این ساز را میتوان راوی غم و شادی، مرگ و تولد، کار و آیین‌های مذهبی ترکمن ها دانست. البته در کنار آوازهای اصیل منطقه و سوز کمانچه که نسل‌ها توسط راویان آنها حفظ شدند. ما همون دوتا کمانچه رو داریم، یعنی هیچ گونه آلایشی، هیچ گونه سازهای دیگر ما بهش چیز نکردیم. یعنی این در مورد ما در قبال این تهاجمات ایستادگی کردیم، یعنی سینه به سینه چیزی که ما داریم الان دوتا کمانچه است. از قدیم داره به سینه به ما رسیده، ما هم داریم این انتقال میدیم به نسل آینده. ابراهیم جرجانی و همنسلانش بیش از 3 دهه است که حافظ و راوی موسیقی هستند که از اجدادشان به آنها رسیده و آنها نیز در تلاش برای حفظ و انتقال آن به آیندگان هستند. اما همین موسیقی به ظاهر ساده که تنها با 2 ساز دوتار و کمانچه نواخته و با آواز همراه می شود، ابعاد گسترده‌ای دارد که ابراهیم جرجانی چنین توضیح می دهد. تکنیک‌هایش دوتار ترکمن بسیار پیچیده است، بسیار سخته. یعنی همیشه باید در تمرین باشیم. آره همیشه ما تمرین داریم، ما گروه داریم. من امروز فقط 4 نفر ما تونستیم بیاریم جشنواره موسیقی اقوام، ولی خب ما تقریبا 20 تا بچه‌ها موندن اونجا، چند تا خواننده و چند تا کمانچه و چند تا دوتارزن داریم. یعنی ورزش اگر شما ورزش نکنید نمیتونید به مسابقات شرکت کنیم. ما همچنین این تحریرها، این گروها، این هنجرها باید همیشه در تمرین باشه، دستا همیشه باید در تمرین باشه، وگرنه ناراحت چیز خسته کننده میشه. برای این حساب همیشه گروه در حال تمرین و تکرار هستش. موسیقی نواحی بکر و دست نخورده است. در هر منطقه مقام‌هایی وجود دارد که نسل‌ها بین راویان آنها منتقل شدند، اما بکر بودن این ژانر از موسیقی را نباید عاملی برای عدم خلق آثار جدید دانست. همانطور که ترکمن‌ها بکر بودن را سدی برای ساخت آثار جدید نکردند و مخاطبانشان را با ساز و آوازهای نو همراه کردند. کلام‌های قدیم ما استفاده می‌کنیم. این مقام هم که عرض کردیم ما این چیز نوعی که یا مثلا چیز آهنگسازی جدیدی که انجام میشه تمام برگرفته از اون مقام‌های قدیمی هستش. قابل قیاس نیست این آهنگ‌های جدید. هیچ موقع قابل قیاس با آهنگ‌های قدیمی نیست، چون اون حسی که اون موقع بوده خودتون می‌دین الان نداریم. اینا رو همشون از اون آهنگ‌های قدیمی، از اون قطعه از اون آهنگ قدیمی میگیرن و تلفیقش میکنن و ارائه میدن. سال‌هاست که دغدغه پژوهشگران موسیقی عدم گرایش نسل جوان به موسیقی اجدادیشان است و این روزها مرگ راویان موسیقی فولک این نگرانی را دوچندان کرده است. اما در بسیاری از مناطق از جمله ترکمن تمایل جوانان به موسیقیشان تا حدی است که سازندگان دوتار ترکمنی بیشترین فروش را در منطقه دارند. بنده در سالهای 1363 شروع به فعالیت هنری که داشتم، شاید بگم ما حدوداً تعداد انگشت شماری بودیم. شاید بگیم همه کل ترکمنستان شاید بگیم 100 نفر بودیم. ولی خب حرکاتی که ما انجام دادیم، این حس انگیزه‌ای که برای نسل‌های جوان انجام دادیم، خدا را 100 مرتبه شکر الان شاید بگم 100 برابر شد. یعنی اینقدر بچه‌ها ما دارن کار میکنن، نوجوان‌ها ما دارن رو آوردن به این موسیقی. انگیزه جوانان ترکمنی برای یادگیری ساز و آوازشان بالا رفته. همه به آموزش موسیقی اصیلشان روی آوردند، اما عدم ثبت و ضبط موسیقی بزرگان ترکمن دغدغه‌ای است که مسئولین کمترین توجه را به آن دارند. این هم فعلا که به آرمان خودش نرسیده، به آرزوش نرسیده، ولی خب یه حرکت‌های داره میشه برای ضبط و صوت اینا، ضبط موسیقی مقامی ترکمن. فقط هر کس هم که ضبط کرده به هر حال با هزینه شخصی خودش
یعنی اونم تقریبا میگم یک استودیو آنچنانی حرفه‌ای نبوده. صدا و سیما در این مورد من ندیدم، هرچند که من صدا و سیما خیلی کار کردم، شاید بگم من 20 سال 25 سال من صدا و سیما کار کردم، البته برای اجرای ضبط موسیقی. کیفیتش اینقدر ضعیفه چون اصلا اون ابزارهایی که اون سیستم صوتی که داره اصلا مال ضبط نیست، مال ضبط موسیقی فرق میکنه. اون حرفه‌ای باشه، بالاخره همه افکتاش اینا همش باید باس و تریل اینا باشه. خب نداشتن. ما تو منطقه فعلا که من ندیدم، واقعیتش میگم نشنیدم کسی ضبط آنچنانی داشته باشه. هر کس به توان خودش. همیشه موسیقی نواحی روی پای خودش ایستاده و با کمترین توجه و حمایت از سوی مدیران موسیقی به مسیر خودش ادامه داده. با مرگ راویان این ژانر گنجینه‌های عظیم موسیقی بومی به خاک سپرده شده، بی آنکه مدیران دغدغه از دست دادنشان را داشته باشند. هر بالاخره صنفی، هر حرکتی از عزیزان که واقعا میخوان یک کار کشوری انجام بدن، یک کار فرهنگی، یک کار ادبی میخوان انجام بدن، بالاخره حمایت میخوان. درسته ما این کارو داریم با توانی که هرچی که داره، توان شخصی که خودمون داریم انجام میدیم. حمایت ما بسیار ضعیفه از تمام عوامل دولتی و شخصی. ما حمایت ما خیلی ضعیفه. اگه بتونن عزیزان با اسپانسرها یا عزیزانی که در بخش فرهنگی دارن کار میکنن، مثلا ادارات دولتی بتونن ما را واقعا دریابن، حمایتمون کنن که ما میتونیم خیلی کار انجام بدیم. یعنی میتونیم بسیار وسیع گسترش بدیم این موسیقی اصیل و بکر نگه داشتیم. موسیقی فولکلور برای بقا و ماندگاری نیازمند حمایت است. مدیران موسیقی به جای شعار حمایت از موسیقی بومی و سنتی باید دست به کار شوند و فقط از این ژانر به عنوان ویترین جشنواره‌هایشان استفاده نکنند.